با سلام. توی این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم چطور با کمترین هزینه محافظ برق خودتون رو تعمیر کنید. برای تعمیر به یک برد محافظ جدید نیاز دارید که توی فروشگاه خودمون موجوده. هر محافظ برقی 2 عدد ورودی فاز 0 و 2 عدد خروجی فاز 0 داره که از روی برد قبلی بازشون میکنیم. بعد از خارج کردن برد سوخته، سیم‌های ورودی و خروجی رو روی برد جدید لایم‌کاری میکنیم. در مرحله اول فاز 0 ورودی رو روی برد لایم‌کاری میکنیم. در این مرحله 0 خروجی رو به 0 ورودی به صورت مشترک لایم میکنیم و در مرحله آخر فاز خروجی رو به فاز خروجی برد باید لایم کنیم. خب حالا کارمون تموم شد، میریم که محافظ رو ببندیم و تست کنیم. برای کوتاه‌تر شدن ویدیو تا ثبت شدن محافظ فیلم رو برش میدن. این ویدیو رو برای هر کسی که فکرشو میکنید نیاز داره ارسال کنید.